بچه‌ها چیکار میکنی؟ حالتون چجوره؟ امروز استثنا گفتم دیگه بعد از 3 ماه ما بیایم ویدیو مثلا چالشی بذاریم. نه بابا اینو ولش کن. اومدیم ببینیم حال بچهای ما چجوره. بالاخره 88 90 روز اینترنت نداشتیم. حالا این ویدیو هم تا بخواد یه مقدارم طول میکشه تا آپلود بشه دیگه. الان فکر کنم 95 روز طول بکشه. یه مدت که 5 روز دیگه هم طول میکشه من بخوام آپلودش کنم. بعدش عرضم به حضور شما که حالتون چجوره؟ ما تو این دوره که اینترنت نداشتیم خب دوره سختی بود میدونم. هممون بالاخره توی فشاری بودیم که بدون اینترنت واقعا چیز عجیب غریبیه. حالا این ویدیو رو بیشتر مختص میدم به صحبت کردن دیگه، مثلا چالش مالش رو نمیذارم این ویدیو، شاید ویدیو بعدی. بعد ارزم به حضورتون که ببینید بچه اصلا یوتیوب چیزیه که پشت کار نداشته باشی اون حالت الگوریتم به هم میخوره. واچ تایمش از اول میشه، ویوش از اول میشه، کلا همه چیز از اول میشه. بعد خب بعضی هم هستن از بچه های ما اونایی که ساب میکنن. خب چون ما مثلا 3 ماه فعالیت نداشتیم یارو دیگه ما رو اومده مثلا کلا دنبال نکرده ما رو. خب حالا باید درک کنید دیگه، الان اونایی که خارج از کشورن و ما رو ساب کردن دمشون گرم، اما اینکه میان بعد آنفولو میکنن حدود 10 تا از فالوور سابای من ریخت به خاطر این بود چون فعالیت نکردم. خب دیگه الان هممون میدونیم که 90 روزه که ما اینترنت نداشتیم. خب من نمیتونستم، من ویدیو هم میگرفتم نمیتونستم ویدیو آپلود کنم. الان یه دونه آپلود کردن ویدیو حدود 1 گیگ 2 گیگ اینترنت میخوره. قیمت وی پی ان هم که اصلا فضایی بود، رو هوا بود. وی پی ان نمیتونستم وی پی ان بخرم که بتونم برای شما آپلود کنم. بعدش ببینید اصلا کلا اینترنت یه چیزیه که ما نمیتونیم نداشته باشیم. ما از وقتی که چش باز کردیم با تکنولوژی بزرگ شدیم. ما بچه که بودیم با اون گوشی دستمون بود، بازی میکردیم، همه کار باش میکردیم. حالا قدیما یارو مثلا 30 سالش که میشد، میگم 30 سال، مثلا 20 سالش که میشد بهش یه گوشی حالا میدن فقط برای تماس دیگه. ولی ما که نه، ما در 80 دیگه وقتی بزرگ شدیم چشمون باز کردیم دیگه با گوشی اومدیم بالا. ولی اینجوری میشه که اینترنت وقتی آدم نداره خب بالاخره آدم عصبانی میشه. ببینید افسردگی میگیره. بدون اینترنتی واقعا چیز خرابی و چیز مزخرفیه. فکر کن شما مثلا از صبح که پا میشی چشاتو با گوشی باز میکنی، خب بعد مثلا بخوای از شما اینترنت رو بگیرن، حالا یه روز نه، 2 روز نه، 3 روز نه، یه ماه هم نه، 2 ماه هم نه، 88 روز اینترنت ما اینترنت نداشتیم. خب این فاجعه است دیگه. شما صبح که بالا میشی اینترنت نداشته باشی داغونی. حالا فکر کن شما 88 روز نداشته باشی، چیز فاجعه باریه و اصلا نمیشه این تحمل کرد. و دیگه حالا ما اینجور ماجرا جور شد که ما مجبور بودیم اینو قبول کنیم دیگه. بعدش داستان اینجوری شدش. حالا میدونم الان دیگه از الان دیگه ما قشنگ پرسرعت کارو میبریم جلو. از شما هم خواهش میکنم لایک کنید، ساب، هر چی دیگه، هر چی که مختلف با دورچینای مختلف هوای ما رو داشته باشید. ببینید هم ویدیو قبلی هم که من اولین ویدیوم بود به شما گفتم شما اگه به من یه دونه لایک بخوره، یه دونه دیگه مثلا ساب بخوره، یه دونه مثلا کامنت بذاره، با همین یه دونه من انقدر انرژی میگیرم. درسته اصلا هیچ چی نیست یه دونه، اما همین یه نفری که من ویدیو من دیده، لایک کرده، ساب کرده، خودش کلیه. و من باعث میشه که انگیزه بگیرم حداقل برای شما هفته 2 بار 3 بار شاید هم بیشتر 4 بار ویدیو برای شما بذارم. و از شما خواهش میکنم که حمایت خیلی خوبه. حتی میدید بچه‌ها من حالا شاید مثلا جلو دوربین نباید بگم ولی شاید خودم نباید خراب کنم، ولی خب میدونی اگه ویدیو منم خوب نیست شما یه معرفتی بکنید، یه کاری برام کنید که حداقل لایک رو بزنید، حتی به غلط، حتی به اشتباه، اصلا الکی همینجوری هم که شده اون لایک رو بزنید، بذارید حداقل من انرژی رو بگیرم. حالا بالاخره هر کی اولاش اشکالاتی داره دیگه. یه دفعه که یادم نمیتونم به لول رشد کنه بره بالا که هی خورد این پله مثل پله میمونه. هی پله رو باید خود بسازی بری تا که قله طول میکشه. بعدش دیگه همین بچه‌ها اومدم گفتم اولین ویدیومه بعد از چند مدت بیام با شما صحبتی کنم. یه جور ویدیو اولیم بود دیگه این بعد از 3 ماه. و ایشالا از فیلم‌های بعدی و چالش میذارم و از شما خواهش میکنم که ویدیوهای منو ببینید. چالشایی که به نظرتون خوبه، قشنگه، هر کدومو بگید من براتون میزنم. چون بالاخره ایده چیز خیلی خوبی از یکی ایده بخوای بگیری.
خوشحال شدم بچه ها، تا ویدیوی دیگر همینجا